سلام دوستان، سلام بچه ها، خوبین؟ من مهدیم. اومدم که تو این ویدیو همدیگر رو بشناسیم، شما منو بشناسید. حالا من اگه که کامنت بذارید شما رو بشناسم. دوست دارم که فالوم کنید و همچنین که دنبال پیج منم باشید. من تو این یوتیوب میخوام خیلی کار رو انجام بدم. میخوام روزمرگیمو نشونتون بدم که چه کار میکنم، کجا میرم و این چه خریده و یا همچین چیزایی رو. یه سری ویدیوهای قشنگ. من مهدیم، تو کار بیمه تو درمانگاه کار میکنم، در واقع مسئول بیمه درمانگاه. و این که عاشق حیوانام، خیلی حیوانا رو دوست دارم. خودم یه گربه دارم اسمش تامیه و معمولا تو خیابونا با یکی از دوستان کمک حامی گربه ها میکنم، یعنی حامی حیوانات دیگه. حالا گربه بیشتر دم دسته تا سگ کمک میکنم، میبرم براشون وسیله میخرم، میبرم درمانگاهشون. و محدوده زندگیم تو سعادت آباده و تازه هم تو یوتیوب اومدم. نه اینکه مثلا بگم تا حالا نیومدم، اومدم فقط بیننده بودم، کاری نمیکردم. مثلا کار خیلی بگم مثلا بخوام فیلمی بذارم، ویدیویی بذارم، نبودم تو این کار، ولی الان میخوام واقعا این کار بکنم. یه چیز دیگه ای که میخواستم بهتون بگم اینه که بچه‌ها جدیداً لاتاری اومده، دقت کنید. میتونید برید برای خودتون ثبت نام کنید، هیچ هزینه‌ای نداره. لاتاری یه قریه کشیه برای آمریکاست، خیلی ها در جریانش هستن که میتونن واردش بشن و ثبت نام کنن. اگه قرعه به نامشون بیفته میتونن در واقع شهروند خود آمریکا بشن و بتونن بگیرنش. من خودم دارم چند سال دارم ثبت نام میکنم، هنوز قرعه به نامم نخورده، ولی امسال ثبت نام کردم، تازه شروع شده. حالا پیجش واسهتون میذارم، اگه کسی کمکی میخواد یا سوالی داره بپرسه، من در خدمتم. مرسی، خداحافظ.